چند ماه گذشت و تقریبا آخر هر هفته میترا و آرتوش به همراه گروهشون در مجالس عروسی برنامه اجرا می‌کردن. در یکی از همین شب‌ها وقتی مشغول اجرای برنامه بودن، با ورود عروس و داماد شروع به اجرای آهنگ و رقص مخصوص اونا کردن. کمی بعد یه لحظه آرتوش متوجه میترا شد که از گروه رقص جا مونده و داره آروم آروم از صحنه خارج میشه. آرتوش از این مسئله متعجب شد، ولی چون خودش مشغول اجرای آهنگ و خوندن بود کاری نمیتونست بکنه، تا اینکه در اولین وقفه و استراحت سریعا به سراغ میترا رفت و ببینه چه اتفاقی برای اون افتاده. آرتوش با دیدن میترا که تو اتاق پشت صحنه روی تخت افتاده و گریه میکنه ناراحت و نگران شد. یکی از خانم‌های رقصنده پیش اون بود و سعی در کشف علت ناراحتی میترا و کمک به آروم کردنش داشت. کمی بعد آرتوش هم به اون نزدیک شد و پرسید: میترا چیزی شده یهو؟ میترا در حالی که اشک امونش نمیداد با صدای آروم و خفه چند بار تکرار کرد: خودشه. آرتوش انگار متوجه چیزی شده باشه پرسید: کامیاره؟ آره؟ داماد کامیاره؟ میترا در حالی که صورتش رو میون بالش فشار میداد نامفهوم گفت: آره. عرق سردی رو پیشونی آرتوش نشست و همونجا روی زمین کمی عقب رفت و به دیوار تکیه داد. در همین حین مدیر ارکستر هم وارد شد و از آرتوش و همکار رقصنده میترا خواست که اون رو برای ادامه برنامه متقاعد و آماده کنن. آرتوش بعد از اینکه به خودش مسلط شد با میترا شروع به صحبت کرد و تمام توان خودش رو گذاشت تا اون رو تو اون زمان کم آماده پذیرش اتفاق تلخی که افتاده بکنه. اون رو به میترا کرد و به چشمای خیس اون نگاه کرد و گفت: قوی باش دختر، تو میتونی، مطمئنم میتونی. حالا پاشو بیا بریم واسه ادامه برنامه. میترا با اون اوقات تلخی در جواب گفت: هیچ میدونی ازم چی میخوای آرتوش؟ تو انتظار داری من بیام تو عروسی عشقم برقصم؟ آرتوش با صدای بلند و آمرانه گفت: آره، من دقیقاً همینو ازت میخوام. تو باید قبول کنی که همه چی تموم شده. الانم باید نشون بدی که از خوشبختی کامیار خوشحالی، حتی اگر اون سهم تو نشده باشه. نه من. این رو میترا گفت و آرتوش حرفشو قطع کرد و گفت: به خاطر من میترا، ازت خواهش میکنم، به خاطر من این کارو بکن. میترا بعد از لحظاتی سکوت نگاهی به آرتوش انداخت و با پایین آوردن سرش جواب مثبت به درخواست اون داد. لحظاتی بعد اونا به سر کارشون برگشتن. آرتوش میکروفون به دست میخوند، اما تمام حواسش به میترا بود که با گروه رقص به دور عروس و داماد حلقه زده بودن و مشغول رقص و اجرای حرکات موزون و هماهنگ و تمرین شده بودن. در همین حین فرصتی شد تا آرتوش نگاه دقیق تری به داماد بندازه و کامیار رو که در وصفش از میترا خیلی شنیده بود برانداز کنه. کمی که به اون دقت کرد دید تمام حرفای میترا در مورد اون درست بود و اون جوون خوشتیپ و جذابی به نظر میرسه. آرتوش تو دلش همچنان برای میترا خیلی ناراحت و غمگین بود و به این مسئله فکر میکرد که چرا نباید تو همچین شبی میترا عروس این جشن باش و گوه باشه. داماد با دستاش هر دو دست عروس رو گرفت و در حلقه دختران رقصنده مشغول پیچ و تاب و چرخیدن شدن. آرتوش همچنان مشغول خوندن بود که تازه چشمش به عروس خانم افتاد.
توری روی صورت عروس خانم کنار رفته بود و با داماد حسابی مشغول رقص و خوشحالی و پایکوبی بودن. آرتوش یکم تو چهره عروس خانم دقیق تر شد. ناگهان تمام سالن که هیچ، حس کرد تمام دنیا داره به دور سرش میچرخه. چیزی رو که میدید اصلا باور نمیکرد. دوباره و چند باره به صورت عروس نگاه کرد. بله خودش بود. حتی با وجود اون آرایش غلیظ هم رویا رو شناخت که حالا دست در دست کامیار مشغول رقص و خوشحالی بود. آرتوش تنها شانسی که آورد در همون حین آهنگ تموم شد و اون فقط تونست با زحمت فراوان بگه به افتخار عروس و داماد دست قشنگ بزنید که برن سر جاشون مستقر بشن تا ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم. حالا این بار میترا متوجه حالت پریشون آرتوش شد و تو فرصت مناسب جلو رفت و پرسید آرتوش چی شد یهو؟ چرا به هم ریختی؟ نکنه به خاطر من ناراحتی؟ آرتوش به زحمت پاسخ داد نه چیزی نیست، خوبم. البته آره خوب، به خاطر تو که ناراحت هستم. آرتوش به اتاق پشت صحنه رفت، درست همون جایی که میترا بعد از دیدن کامیار رفته بود و به این فکر میکرد که دنیا عجب بازیای بیرحمانه و غیر قابل منتظره‌ای داره. حالش به شدت بد شده بود و نمیتونست این اتفاقو حذف کنه. شوک سخت و عجیبی به اون وارد شده بود و به سختی نفس میکشید. اول تصمیم گرفت که بی سر و صدا اونجا رو ترک کنه.